رقابت سعیدجلال سعیدوف را اکنون تماشا میکنیم در دور یکم رقابت ها. ورزشگر 28 ساله تاجیک سعیدجلال سعیدوف با جدوگی سفید است روی تصویرهای ما. در مقابل حریفش یک روش زیبا و اون روش دوست داشتنی که برای سعیدجلال سعیدوف است، اصول ضربه آیی به سمت مقابل پای حریف دهشی برای به همین طریق رقم میخورد دوستان. وزر یکم برای سعیدجلال سعیدوف، او بر مقابل حریفش از چیلی هست تاماش بریسینو. سعیدجلال سعیدوف امتیاز اولین خینش را گرفت در ثانیه های اولی وقتی اساسی. در صورت یک وزر دیگر گرفتن میتواند قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت به دست بیارد، ولی همانطور که دیدیم اکنون موقعیت برای اسیکامی در اسیکامی یا روش های کار در زمین نوزه. ورزشگران ما چندان هنر و استعداد خوب نشان نمیدهند، اما دیروز دیدیم که بهروز خواجه‌زاده در یکی از بخش های اسیکامی یا روش و اصول های کار در زمین از خود هنر و استعداد خوب نشان داد و بعد گرفتن ایپان امتیاز ایپان شرف یاب گردید. اکنون سعیدجلال سعیدوف ورزشگری با تجربه و شناخته تاجیک در دور اولی رقابت ها بر مقابل ورزشگر 26 ساله چیلی بریسینو تاماش رقابت میکند. تاماش در کارنامه‌اش همگی 4 رقابت را با روش یا امتیاز ایپان انجام داده است. با سبب از مربع خارج شدن با سعیدجلال سعیدوف یک شیدو پیشنهاد می شود. اکنون سعیدجلال سعیدوف اگر تواند یک وزر دیگر بگیرد پس در اینجا نوران علی نور خواهد شد، ولی این اوچیمت چندان خوب اجرا نگردید. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته جداورزان تاجیک از کنار تحتم نیز مصلحت یا مشورت میدهد به سعیدجلال سعیدوف و موقعیت دارد هنوز برای گرفتن یک هلوک از سمت پیش یا از سمت داخل. اوکی گاشی اوچیگاری تایو توشی در 3 روش مختلف سعیدجلال سعیدوف میتواند غالبیت به دست بیارد و ببینید یک امتیاز وزری که به دست آورد سعیدجلال سعیدوف، این رو اگر حفظ نکند ببینید دومین شیدو هم به او پیشنهاد شد. در صورت غیر پس نتیجه برعکس خواهد شد. 2 شیدو علاقه به سعیدجلال دادن، 2 مرتبه آگاهی یا کارد جزا. پس سعیدجلال باید هوشیار باشد، باید زیرک باشد. همین روش های ضربه آیی، اصول های پرتابی نوکا وزه توچی وزه که سعیدجلال در اجرای این روش ها استعداد خوب دارد و یک عمل کردی جذاب و دیدنی سعیدجلال سعیدوف قبل از انجام وقتی اساسی توانست که غالبیت به دست بیارد. ببینید اوچی متا اوچی گری و دیگر روش ها هرای گوشی تای و توشی این روش های دوست داشتنی بودند، ولی با یک زیدی حمله سعیدجلال سعیدوف توانست که قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت به دست بیارد به مرحله بعدی راه خط بگیرد. سعیدجلال سعیدوف پایخست میکرد که واقعا اگر در برابر حریفش برابر قوه آزمایی میکرد یگان اشتباه دیگر رقم میخورد که حریف او یعنی پیش صف میشد. به هر حال با تتمی دیگر میگذاریم دوستان.